با گذشت زمان انسان خیلی چیزها را درک می نماید. ساعت دستی چی 20 سامان ارزش داشته باشد چی $2000 وقت را یک خیل نشان می دهد. همیان چی 100 سامانی ارزش داشته باشد چی 1000 سامانی گنجایش قریب که یک خیله دارد. خانه‌ای که در آن زندگی می نمایی چی 10 متر باشد چی 10 آشیانه تنهایی را برطرف نمی کند. انسان متوجه می شود که خوشبختی واقعی با دنیای مادی اطراف ربطی ندارد. اگر در هواپیما چی در نشستگاهی عادی باشی چی در نشستگاهی درجه عالی، وقتی هواپیما سقوط کرد همسانی دیگران است. پس وقتی والدین، خواهر و برادر و دوستان و رفیقانی داری که می توانی در کنارشان حرف بزنی و بخندی و خود را خوشحال حس نمایی، یعنی این است خوشبختی.